سلام عرض می کنم خدمت دوستان عزیزم. امیدوارم حال دلتون عالی باشه. دوستان، قبل از اینکه کتاب امروز رو براتون بخونم ازتون میخوام که در صورت امکان کانال ما رو سابسکرایب کنید و با لایک ها و کامنت هاتون ما رو حمایت بفرمایید. با سپاس. خلاصه یک کتاب راه حل های نامرئی، اثری از استفان شاپیرو، از کانال آموزشی انگیزشی لیلوما جویا. 25 عینک برای حل مسائل دشوار کسب و کار. این روزها میشه تقریبا همه جا نوآوری رو در عمل دید. این روزها توالت های $7000 توی بعضی از خونه ها پیدا میشن که به دستیار صوتی الکسا مجهز هستند و میتونن به صورت خودکار عمل شستشو رو انجام بدند. ظرف های هوشمندی برای خاک گربه ها ساخته شده که هر وقت گربه داخلش مدفوع میکنه میتونه برای صاحب گربه پیامک بفرسته. خلاصه که فهرست نوآوری ها اصلا انتها نداره. پس این روزها میشه کلمه نوآوری رو هر جایی دید. نوآوری یکی از کلمه های جالبیه که تقریبا میشه گفت برای توصیف هر چیز غیر عادی و ناشناخته‌ای به کار میره و حالا اون چیز خاص ممکنه با ارزش باشه یا نباشه. نوآوری یکی از کلمه هاییه که این روزها خیلی ازش استفاده میشه و همین باعث شده تا خیلی ها ازش سوء استفاده کنن یا اون رو توی جای اشتباه به کار ببرن. نوآوری اصلا در مورد تازگی یا ایده جدید نیست. نوآوری در اصل برای شناسایی، تعریف و حل مسائل مهم به کار میره. اگه بخوایم نوآوری رو فقط برای چیزهایی مثل فناوری و این چیزها به کار ببریم، میبینیم که فقط عده انگشت شماری میتونن نوآوری داشته باشن. ولی اگه از منظر حل مسئله به نوآوری نگاه کنی، میبینی که هر کسی میتونه نوآوری داشته باشه. نوآوری بخشی از یک کسب و کاره. میخوای که کسب و کارت همیشه پر رونق باشه و سریعتر از رقبا رشد کنه؟ میخوای که اسم تو برای همیشه توی ذهن مشتری ها باقی بمونه؟ آیا تو میخوای توی زندگیت همیشه قدرتمند باشی؟ اگه آره، باید به توانایی حل مسئله مسلط باشی. ما سوالها رو با روش خاصی فرموله میکنیم و مسائل مختلف رو هم چارچوب بندی میکنیم و همین کار میتونه ناخواست ما رو کور کنه و نذاره که بهترین راه حل ها رو ببینیم. اولین و ساده ترین قدم توی حل مسئله تعریف مسئله است. من استفان شاپیرو، یه مهندس چپ مغزم توی دنیای راست مغزها و برای نوآوری هدفمند کارهای زیادی انجام دادم. من فهمیدم که نمیشه با ایده های عالی فرایند رسیدن به نتایج بهتر رو شروع کرد، بلکه باید با پرسیدن سوالهای خوب این فرایند رو شروع کرد. من یاد گرفتم که نوآوری فقط به خلاقیت‌های ذاتی محدود نمیشه و حالا تصمیم گرفتم که توی این کتاب راه حل‌های نامرئی خودم رو برای حل مشکلات با تو به اشتراک بذارم. توی خلاصه کتاب راه حل‌های نامرئی به این پرسش‌ها پاسخ داده میشه. برای باز کردن مسیر نوآوری باید چه سوالاتی بپرسیم؟ کدوم سوالها راه حل‌های محدودی ارائه میدن؟ چطوری حرکت سریع همراه با نوآوری میتونه به نتایج حد اکثری منجر بشه؟ فصل اول، سوالهای بهتر پاسخهای بهتری رو به همراه دارن. یه فرودگاه کوچیک توی ایالات متحده مسافرهای خودش رو بررسی کرد. متوجه شد که اونها فقط یه شکایت دارن و اون هم کند بودن نوار نقاله دریافت چمدونه. مسئولین این فرودگاه آدمهای مبتکری بودند و برای حل این مشکل به دنبال راه حل گشتند. اونها
نوار نقاله های سریعتری برای فرودگاه آوردند و فناوری های حمل بار رو به روز رسانی کردند. با انجام این کارها اونها تونستن سرعت حرکت چمدونها رو روی نوار نقاله 50% بیشتر کنند و اینطوری همه خیلی سریع میتونستن چمدونشون رو بردارن. بعد از این ماجرا دوباره یه نظرسنجی انجام شد و این بار تنها شکایت مسافرها این بود که زمان زیادی باید صبر کنند تا چمدونها از راه برسن و روی نوار نقاله قرار بگیرن. این بار مسئولین فرودگاه تصمیم گرفتن که طور دیگه‌ای با این مشکل برخورد کنند. اونها به جای افزایش سرعت چمدونها سرعت مسافرها رو کند کردند. اونها طوری زمان بندی کردند که حدود 8 الی 10 دقیقه طول بکشه تا مسافرها از کنار هواپیما به نوار نقاله چمدونها برسند. اینطوری وقتی که مسافرها به قسمت تحویل بار می رسیدن چمدونشون هم اونجا بود و میتونستن اون رو سریع بردارن و از فرودگاه خارج بشن. مسئولین فرودگاه به جای اینکه از خودشون بپرسن چطوری میشه زمان انتظار رو کاهش داد، از خودشون پرسیدن که چطوری میشه تجربه انتظار رو بهبود بخشید. ما آدم ها وقتی یه چیزی رو نمیفهمیم خیلی تلاش میکنیم تا اون رو به دانسته های قبلی خودمون ربط بدیم تا بتونیم درکش کنیم. متاسفانه این امکان وجود داره که تجربیات گذشته ما هیچ ارتباطی با موضوع مد نظر نداشته باشند. سوالهای ضعیف چه تأثیری دارن؟ توی یه سوال حتی یک کلمه هم میتونه تأثیر خیلی زیادی روی روند فکر و در نتیجه روی دامنه راه حل ها داشته باشه. به عنوان مثال یه زمانی ناسا در مورد لباسهای کثیف توی فضا به مشکل برخورده بود و میخواست ببینه که این مسئله توی فضا چطوری باید حل بشه. اونها متوجه شدن که برای حل این مشکل میتونن 2 سوال تقریبا مشابه رو مطرح کنن که این 2 سوال به مسیرهای متفاوتی ختم میشن. اونها بررسی کردن که اگه بپرسن چطوری میتونیم لباسها رو تمیز کنیم، راه حلی که به دست میاد در نهایت به تولید یه محصول پاک کننده جدید و منحصر به فرد منجر میشه. ولی اگه بپرسن چطوری لباسها رو تمیز نگه داریم، پاسخ متفاوتی ارائه میشه. در مورد سوال دوم دانشمندهای علم مواد روی تولید پارچه هایی کار کردند که خاصیت ضد میکروب دارند و به این ترتیب توی فضا کثیف نمیشن. ببینید سوال ها خیلی مهم هستند و کلماتی که برای پرسش سوال ها به کار میبریم از اهمیت خیلی بالایی برخوردار هستند. میتونن تأثیر عمیقی روی جواب نهایی داشته باشند. تغییر حتی یک کلمه هم میتونه به راه حل کاملا متفاوتی منجر بشه. چرا همیشه سوالهای افتضاحی میپرسیم؟ مردم معمولاً یه راه حل رو توی ذهن خودشون شکل میدن و بعد برای تایید اون راه حل شروع به پرسشگری میکنند. بعضی وقتا این کار رو برای یه شاهد انجام میدن، یعنی یه دستور کار دارن و سوالشون رو برای جلب نظر یه شخصی که ناظر هست طراحی میکنند. مثلا سوال آیا دوست داری که امشب برای شام به مکدونالد بری؟ فقط یه گزینه برای غذا خوردن جلوی تو میذاره و اون هم فست فوده. ولی سوالی مثل دوست داری امشب برای شام چی بخوری؟ میتونه چندین احتمال رو ایجاد کنه. سوالهای ما میتونن ابزار قدرتمندی برای یادگیری باشن، ولی فقط وقتی که به جای تایید باورهای ما فرضهای ما رو به چالش بکشن. مغز با خودش میگه هر کاری که توی گذشته انجام دادم باعث شده که من زنده بمونم و به همین دلیل باید یه چیزی رو درست انجام داده باشم دیگه. مغز با این کارش میخواد تأثیر گذشته رو پررنگ تر کنه و بگه که قطعاً یه چیزی رو درست انجام دادم که هنوز زندم. برای مغز
تجربه های گذشته به معنای امنیت هستند. در نتیجه مغز میاد و مسیرهای عصبی جدیدی رو ایجاد میکنه که مثل بزرگراه‌های اطلاعاتی هستند. این مسیرها بین چیزهایی که ما برای مدت طولانی بهشون فکر کردیم یا چیزهایی که به طور منظم در موردشون فکر میکنیم ایجاد میشن. فصل دوم، عینک هایی برای صورتبندی مسئله ها. خیلی ساده است که بگیم باید سوالات رو مجدداً چارچوب بندی کنیم، ولی توی عمل میبینی که این کار واقعاً سخته. تو باید تمرین کنی که قبل از طراحی سوالات به جوابهای احتمالی فکر نکنی. میدونستی که همیشه قبل از طراحی سوال در مورد یه مشکل به جوابها فکر میکنی؟ همین میتونه روی طرح کردن سوالها تاثیر بذاره. آدم همیشه وسوسه میشه که قبل از طراحی سوال به جوابهای احتمالی فکر کنه. اولین قدم تو باید این باشه که فقط روی پرسش سوال متمرکز بشی و به جوابها فکر نکنی. کم کردن انتزاع. منظورم از عینک نوعی دیدگاهه که تو باید از طریق اون به مسائل نگاه کنی. یه سری عینک ها طراحی شدن که به کاهش انتزاع کمک میکنن. این یعنی چی؟ این یعنی اونها بهت کمک میکنن تا سوالاتی که بیش از حد گسترده هستن رو دقیق تر کنی. وقتی که چالش پیش روی تو بیش از حد بزرگ، گسترده یا انتزاعیه، از این عینک ها استفاده میکنی تا سوالهای خودت رو محدود کنی و اونها رو دقیق تر بیان کنی. وقتی که تو سوالهای بیش از حد انتزاعی مثل چطوری میتونیم درآمد خودمون رو بیشتر کنیم یا چطوری میتونیم بهره وری رو بیشتر کنیم رو میپرسی، شناسایی اون نقاط میتونه شروع کننده فرایند حل مسئله باشه. این به تو اجازه میده که روی چیزی تمرکز کنی که با کمترین سرمایه بیشترین امتیاز رو به تو میده. بعد از این باید چالش خودت رو به چند تا چالش کوچکتر تقسیم کنی. از خودت بپرس اجزا یا بخش های این کار چی هستند؟ مراحل فرایند چیه؟ افزایش انتزاع. وقتی که تو یه سری سوال رو میپرسی که خیلی خاص هستن، از عینک افزایش انتزاع استفاده کن. به عنوان مثال فقط به شغلهای دیگه نگاه نکن. بعضی وقتها بهترین راه حلها رو میشه توی طبیعت و جایی که کمتر کسی بهشون فکر میکنه پیدا کرد. مثلا صنعت خطوط لوله گاز رو در نظر بگیر. اونها وقتی با چالشی مثل پیدا کردن شکاف توی خط لوله و مهر و موم کردنش مواجه میشن، این سوال رو مطرح کردن. اونهایی که توی این کار هستن چطوری تونستن یه مشکل مشابه رو حل کنند؟ اونها متوجه شدن که مهر و موم کردن ترک ها شبیه به چیزیه که سیستم قلبی عروقی بدن همیشه انجام میده. متخصص های صنعت که توانایی ساخت مواد شیمیایی رو داشتن دست به کار شدن و روی این سوال متمرکز شدن. چطوری میتونیم یه ماده منعقد کننده بی اثر ایجاد کنیم که بتونه ترک های کوچیک رو ببنده؟ یه شرکت دیگه ای بود که مشکل توسعه رهبری داشت. اونها یه روز از خودشون پرسیدن چطوری میتونیم به طور مؤثرتری از ارزیابی 360 درجه استفاده کنیم. این یه راه حلیه که توی پوست یه سوال خودش رو پنهان کرده و به همین دلیل پرسیدن همچین سوالی از اساس اشتباهه. نمیذاره به روش‌های جایگزین فکر کنن. اونها وقتی که به جای سوال بالا از خودشون پرسیدن چطوری میتونیم رهبران قدرتمند ایجاد کنیم، با طیف گسترده تری از جوابهای مختلف روبرو شدن. در واقع اونها یه سوال انتزاعی تر پرسیدند. البته خود این سوال باید به بخش‌های کوچکتر و قابل حل‌تر تجزیه بشه. تغییر دیدگاه.
بعضی وقتها باید از دید دیگه‌ای به چالش پیش رو نگاه کنی و اون رو به شکل دیگه‌ای هم در نظر بگیری. اگه بیان یه مسئله نشون میده که یه شخص، بخش، شرکت یا صنعت خاصی کار رو انجام میده، تغییر دادن عبارت چه کسی میتونه به راه حل‌های خلاقانه منجر بشه. همیشه این رو یادت باشه که این چه کسی میتونه یک کامپیوتر باشه، لزومی نداره که حتما یه انسان باشه. همیشه وقتی که تشخیص مرزهای صنعت سخت میشه از این لنز استفاده کن. سعی کن که خودت رو به پرسیدن سوالهایی که به حقایق یا داده ها مربوط میشن مثل افزایش رضایت مشتری محدود نکن. به جای این کار سوالهایی بپرس که جوابهای احساسی ایجاد میکنن. مثلا به جای پرسیدن چطوری میتونیم روحیه تیم خودمون رو بهتر کنیم، بهتره که بپرسی چطوری میشه کاری کرد که کارمندها همشون مشارکت 100% داشته باشن، یا چطوری میشه توی نظرسنجی کارکنان امتیاز 5/5 رو دریافت کرد. تو به جای اینکه بپرسی چطوری میتونیم مشتری های خودمون رو حفظ کنیم، باید بپرسی چطوری میتونیم مشتری های خودمون رو شگفت زده کنیم، یا چطوری میتونیم کاری کنیم که وقتی مردم به شرکت ما فکر میکنن لبخند رضایت روی لبهاشون باشه، یا چطوری میتونیم کاری کنیم که وقتی مردم توی فروشگاه ما هستند احساس کنن که توی خونه خودشون هستند. جابجایی عناصر. خیلی از سوالهایی که میخوای اونها رو حل کنی چند تا جزء یا عنصر مختلف دارند. بیشتر وقتها ما روی حل یکی از اونها متمرکز میشیم، ولی گاهی وقتها یه سری عوامل پنهان دیگه هم هستن که میتونن راه حل‌های خیلی ساده تری رو ایجاد کنن. تو میتونی این کار رو با پرسیدن سوالی مثل به جای اینکه این عامل رو اصلاح کنم بهتر نیست که یه عامل دیگر رو اصلاح یا تنظیم کنم انجام بدی. جابجایی عناصر یکی از راه حل‌های رایج برای حل یه مشکل بین افراد سالمند. زمین خوردن یکی از علتهای اصلی مرگ و میر بین افراد مسن. سالمندها از این خطر آگاه هستند و به همین دلیل خیلی از افتادن میترسن. اونها برای رفع ترس خودشون چیکار میکنند؟ اونها خیلی سخت تلاش میکنند تا از افتادن جلوگیری کنند. از قضا تلاش بیوقفه اونها برای جلوگیری از این اتفاق احتمال وقوع اون رو بیشتر هم میکنه. به طور تصادفی برای حل این مشکل یه راه حل جایگزین کشف شد: آموزش زمین خوردن عمدی. و بعد غلتیدن روی زمین باعث میشه که اونها راحت‌تر با فکر افتادن کنار بیان. اونها متوجه شدن که میتونن بدون اینکه مشکلی براشون ایجاد بشه راحت زمین بخورن. وقتی که روی این ترس غلبه کردن دیگه سعی نکردن که دائما از افتادن خودشون جلوگیری کنن. نتیجه چی شد؟ آمار زمین خوردن سالمند خیلی کم شد. بعضی وقتها یکی از راه‌های باز کردن گره اینه که سوال رو تغییر بدی و به جای اون به دنبال یه راه حل وحشتناک باشی. این میتونه به عنوان نقطه شروع برای پیدا کردن راه حل‌های عالی استفاده بشه. سفر آمریکا به ماه از طریق یه سوال وحشتناک امکان پذیر شد: اگر راکت بعد از بلند شدن تیکه تیکه بشه چی؟ پیشنهاد تیکه تیکه شدن راکت شاید خیلی وحشتناک به نظر برسه، ولی همین مفهوم یکی از عوامل حیاتی توی موفقیت مأموریت‌های آپولو بود. بوسترها یا تقویت کننده های موشک که در واقع سوخت اصلی توی اونها بود، بعد از بلند شدن موشک از زمین جدا شدن و به سمت زمین سقوط کردند و امکان شتاب گرفتن بیشتر و خروج از اتمسفر رو فراهم کردند. تمرکز روی یه فرصت.
موقعی که یه مسئله رو حل میکنی خیلی مهمه که در حال حل کردن اون مسئله اصلی باشی. همیشه از خودت بپرس که آیا دارم مشکل رو به شکل درستی حل میکنم یا فقط علائمش رو برطرف میکنم. کارآمدی حل مسئله اصلا مهم نیست، چون این اهمیت چندانی نداره. یه شرکت بهداشتی زمان و پول زیادی رو صرف کرد تا یه دهانشویه بدون الکل بسازه که به اندازه دهانشویه های الکلی کارایی داشته باشه، چون بهشون گفته شده بود که این موضوع برای مشتری ها خیلی اهمیت داره. اونها از خودشون پرسیدن چطوری میتونیم دهانشویه بدون الکل بسازیم که به اندازه الکلی ها مؤثر باشه. به نظر میرسی که حل این مسئله سخت‌تر از چیزی بود که انتظار داشتن. در نهایت متخصص های بازاریابی متوجه شدن که در واقع برای مشتری ها اصلا الکلی یا بدون الکل بودن دهانشویه هیچ اهمیتی نداره. اونها فقط سوزشی که در اثر استفاده از دهانشویه الکلی ایجاد میشد رو دوست نداشتن. حالا مسئله شکل دیگه‌ای به خودش گرفت. چطوری میتونیم دهانشویه‌ای بسازیم که سوزش ایجاد نکنه؟ اینطوری حل مشکل خیلی ساده تر شد. بیشتر وقتها خوبه که صنعت خودت رو با دید گسترده تر از همیشه ببینی و رقابتی که خارج از صنعت تو در جریان هست رو در نظر بگیری. بعضی وقتها فناوری میتونه تو رو مجبور کنه که صنعت خودت رو دوباره ارزیابی کنی. UPS یکی از خدمات حمل کالاست که با استفاده از کامیون و هواپیما کالاهای مختلف رو جابجا می‌کنه. به همین دلیل برای اونها سرمایه گذاری روی وسایل نقطه خودران یک کار کاملا منطقیه. با این حال یه فناوری بالقوه مخرب وجود داره که میتونه آینده اونها رو تحت تاثیر قرار بده و اون فناوری هم چیزی نیست جز چاپ سه‌بعدی. این فناوری کاری میکنه که محصولات به جای اینکه فیزیکی جابجا بشن به صورت دیجیتالی جابجا بشن و همین نیاز به کامیون و هواپیما رو از بین میبره. UPS هم این موضوع رو در نظر گرفته و به همین دلیل یه شبکه پرینت سه‌بعدی به صورت اختیاری طراحی کرده تا پیش دستی کرده باشه. اینطوری هر کی که بخواد میتونه محصول خودش رو به صورت دیجیتالی انتقال بده و UPS براش چاپ میکنه. حالا کسب و کار اونها دیگه به کامیون و هواپیما وابسته نیست و روش‌های تحویل دیگر رو هم در نظر میگیره. فصل سوم، نوآوری چالش محور. ما عادت داریم که برای کمیت ایده ها تلاش کنیم، در حالی که در واقع باید برای کیفیت سوالات تلاش کنیم. کمیت صرفاً باعث اتلاف وقته، ولی کیفیت ارزش ها رو تقویت میکنه. استفاده از چالش ها برای نوآوری. احتمالاً تا حالا بهت گفتن که برای پیدا کردن راه حل های خلاقانه باید خارج از چارچوب ها فکر کنی، ولی واقعیت اینه که تو باید یه چارچوب جدید پیدا کنی و توی محدوده اون فکر کنی. این چارچوب بهتر میتونه نوآوری با ارزش رو تشویق کنه. اگه شروع با ایده های مختلف نمیتونه گزینه مناسبی باشه، باید با پرسیدن سوال های مختلف کار رو شروع کنی. سوال پرسیدن در واقع یه مسئله، مشکل، چالش یا فرصته که در صورت حل و اجرا میتونه ارزش‌های زیادی رو برای یه سازمان یا کسب و کار به ارمغان بیاره. نوآوری چالش محور با یه چالش خاص که به خوبی تعریف شده و متمایز هم هست شروع میشه. همیشه اون فرصت‌هایی رو که میتونن بهت کمک کنن تا از رقبای خودت متمایز بشی شناسایی و حل کن، چون این فرصت‌ها بیشترین ارزش رو برات به ارمغان میارن. مرحله بعدی اینه که معیارهای ارزیابی واضحی داشته باشی که میتونن بهت توی فرایند انتخاب کردن کمک کنن.
وقتی که تو معیارهای عینی واضحی داشته باشی میتونی کی به یه راه حل خوب دست پیدا میکنی و میتونی یه طور عینی بهترین راه حل ها رو انتخاب کنی. همیشه سرمایه، مشتری ها، اسپانسر ها و غیره رو قبل از استارت زدن به دست بیار. این بهت کمک میکنه که به محض پیدا کردن یه راه حل عالی بلافاصله دست به اقدام بزنی. مزیت شناسایی چالش ها نسبت به ایده ها اینه که وقتی تو به دنبال راه حلی برای چالش های با چارچوب مشخص هستی دیگه درگیر هزاران ایده بیفایده نمیشی. بعد از شناسایی راه حل ها نوبت مرحله پیاده سازیه. آزمایش های کوچیک و مقیاس پذیر رو شروع کن تا بتونی فرضیه های خودت رو محک بزنی. 4 مرحله توی فرایند نوآوری سریع از نظر من اینها هستند: تمرکز، پرسش، تغییر و آزمایش. تمرکز یعنی تمرکز روی عوامل متمایز کننده. پرسش میشه پرسیدن سوالات بهتر. تغییر میشه دیدگاه‌های خودت رو برای پیدا کردن راه حل‌ها تغییر بده. و آزمایش یعنی بررسی، آزمایش و اجرای راه حل. نوآوری چالش محور و نوآوری سریع 2 تا ابزار قدرتمند هستند که میتونن بهت کمک کنن با عملکرد بالایی نوآوری داشته باشی. وقتی که همه رو وادار میکنی که تا در مورد چالش هایی با چارچوب های مناسب با هم همکاری کنن، کارایی رو بیشتر میکنی و ریسک کلی رو هم کم میکنی. سخن پایانی: برای پیدا کردن راه حل های بهتر همیشه باید با دید متفاوتی به مشکل نگاه کنی. تو باید همیشه به نقاط کور خودت هم توجه کنی. تو باید فرضیات خودت رو به مرحله اجرا برسونی و از ابزارها یا عینک‌ها استفاده کنی، چون اونها میتونن بهت کمک کنن که فرصت‌ها رو ببینی، مخصوصاً اون فرصت‌هایی که درست جلوی چشم‌های تو هستن و تو ازشون غافل هستی. امیدوارم که از شنیدن این خلاصه کتاب نهایت لذت رو برده باشین. همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم. با سپاس. علیرضا میر هستم از کانال آموزشی انگیزشی لیل و ما جویا. کتاب‌های صوتی از کانال لیل و ما جویا. با خواندن و هدیه دادن کتاب آگاهی و دانش را گسترش دهیم.